شب و روزتان خوش در هر کجای این کره خاکی که هستید. من احمد رفعت هستم و شبنامه امروز یکی از شبنامه ها در رابطه با انتخابات پیش روست، انتخابات ریاست جمهوری، انتخاباتی که به گفته بسیاری میتونه یک فصل از جمهوری اسلامی را رو ببنده و سرآغاز فصل دیگری باشد. ما امروز با آقای پرویز دستمالچی، نویسنده، کارشناس امور سیاسی و به ویژه ایشون کتاباشون هست در رابطه با تروریسم، در رابطه با قوانین ایران، نگاهی به قوانین به ویژه قانون اساسی ایران، ادبیات سیاسی و جامعه شناسی سیاسی و همچنین بررسی افکار و اندیشه های نواندیشان مذهبی، اون چیزی که به عنوان نواندیش مذهبی معرفی شده، نظریات بازنگری در اسلام یا تفسیر اسلام بر رابطه با مسائل امروز. آقای دستمالچی خوش اومدید به برنامه. خیلی ممنون، لطف کرد. آقای دستمالچی، ما به سوی انتخابات میریم، یک انتخاباتی که مهم، اهمیت شاید به نظرم از این باشه که در انتخابات گذشته هر بار گروهی از ابتدای جمهوری اسلامی به کنار گذاشته شدند. از آقای بنی صدر در اولین انتخابات ریاست جمهوری و همینطور به تدریج هر انتخابات یک جمهوری اسلامی، یعنی کسان اون مجموعه‌ای که انقلاب انجام داد، یک تیکش به دور انداخته شد، به خارج از دایره خودی‌ها فرستاده شد و این حلقه تنگ شد تا آخرین انتخابات 4 سال پیش، سال 88، که اصلاح طلبان به خارج از این حلقه رونده شدند. بنابراین در این انتخابات دعوا دیگه مختص بین دو جناح از اونهایی که موسوم به اصولگرا هستند. بنابراین بعد از این دیگه آیا بازم امکان تقسیم وجود داره در جمهوری اسلامی یا اینجا تقسیمات تموم میشن؟ بحثی این داره که توی جناح اصولگرایان که 3 جریان اساسی داره، قدرت اصلی بعداً تو دست چه کسی بیفته. در رابطه با انتخابات ببینید این واقعیت وجود داره. حالا فرض رو من بر این میذارم برای اینکه ماهیت انتخابات رو در جمهوری اسلامی در موردش اندکی گفتگو کرده باشیم تا اینکه بیایم بعداً برسیم به مسئله خود انتخاباتی که الان در پیش رو هست. فرض رو بر این میذارم که احزاب آزاد باشن، مطبوعات فعالیتشون آزاد باشه، زندانی سیاسی نداشته باشیم. یعنی هیچ کدوم از این محدودیت ها رو فرض کنید که ما نداریم. الان یه چیز محاله در جمهوری اسلامی، ولی یعنی من با بهترین پیش‌فرض‌ها میخوام بگم که از نظر حقوقی ما در چه وضعیتی هستیم و چرا انتخابات الان، ولی در مورد انتخابات ریاست جمهوری صحبت میکنم، اصولاً غیر دموکراتیک، یعنی برخلاف آنچه که هست در نظام‌های دموکراتیک که انتخابات دموکراتیک و آزاد و سالمه، در جمهوری اسلامی انتخابات نه دموکراتیکه، نه آزاده و نه سالم. ولی فعلا به آزاد بودن و سالم بودنش کاری ندارم، فقط دموکراتیکش رو مورد بررسی قرار میدم. ببینید، رئیس جمهور بنابر قانون اساسی میبایستی چند شرط داشته باشه که تو قانون اساسی اومده. یکی این هستش که از رجال سیاسی و مذهبی باشه و دوم این که متعهد به مذهب رسمی کشور باشه. درسته؟ موقعی که شما میگید که رئیس جمهور میبایستی از رجال مذهبی سیاسی باشه، رجال جمع رجل 2 معنا داره، یا شخصیت یا مردان. اگر که ما فرض اول رو برداریم بگیم رئیس جمهور میبایستی از مردان باشه، یعنی 50% جامعه رو گذاشتیم کنار به هیچ دلیلی. دلیلش اینه که زنن، یعنی مسئله یک اتفاق طبیعی در بسته شدن نطفه. قبل از اینکه ایشون زنا به دنیا بیان از حقوق اساسیشون محرومن، فقط به دلیل یک اتفاق ژنتیک.
اگر فرض دوم رو برداریم از شخصیت‌های سیاسی و مذهبی باشه، ما تا کنون در ایران زنی که شخصیت مذهبی باشه نداشتیم. توجه میکنید؟ یعنی در هر دو فرض زنان ایران به دلیل فقط بیولوژیک از حق اساسی خودشون مبنی بر انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری محروم هستند. این میشه 50% جامعه. به اضافه این که رئیس جمهور میبایستی متعهد به مذهب رسمی کشور باشه. یعنی چی؟ یعنی تمام اهل سنت ایران که بین 10 تا 15 میلیون نفر هستند از حق انتخاب شدن به مقام ریاست جمهوری به دلیل یک اتفاق ساده، به دنیا آمدن در خانواده سنی مذهب محروم هستند. به اضافه یهودیان ایران، به اضافه مسیحیان ایران، زرتشتیان ایران و بهائیان ایران و غیره. و این یکی از تبعیض‌آمیزترین اشکال حکومتی است که وجود داره. شما رو به دلیل جنسیت و به دلیل دین و مذهبت از حق انتخاب شدن در یک نهاد رسمی کشور محروم کردن. هرچند موقعی که جنگ بود همه اینها می‌بایستی برن از کشور دفاع بکنن، هرچند که همه اینها کار میکنن و با مالیات خودشون جامعه رو میسازن. در نتیجه به اضافه این اون 50% رو شما در نظر داشته باشید که زنها هستن، به اضافه 10 تا 15 میلیون اهل سنت ایران، به اضافه مجموعه اقلیت‌های دینی و مذهبی دیگه، به اضافه یک مسئله دیگه اونم این هستش که پیش شرط انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور علاوه تعهد به مذهب رسمی کشور، یعنی باید شیعه 12 امامی مکتب اصولی پیرو ولایت فقیه باشه، به اضافه اینکه شخصیت سیاسی مذهبی باشه. اینکه شخصیت سیاسی و مذهبی چه هست و که هست اونو شورای نگهبان نظارت استصوابی یعنی صلاح دیدی میکنه. یه سوال همینجا داشتم سر شورای نگهبان. شورای نگهبان بخش شخصیت ها رو که قبلا تصویب شده بودن برای اینکه نماینده مجلس بشن، شورای شهر بشن یا در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردن و اینها رو بعد در یک مرحله بعدی رد صلاحیت میکنه. چطور امکان داره که یک فردی تا 4 سال پیش صلاحیت داشته در عرض این 4 سال بدونی که هیچ اتفاق مهمی افتاده باشه، هیچ پرونده‌ای علیش گشوده باشه، هیچ جرمی کرده، دیگه صلاحیت نداره؟ یه دلیل بسیار ساده، به دلیل اینکه آیا این فرد تعهد لازم رو به خط رهبری که شورای نگهبان تعیین میکنه داره یا نداره. باید در نظر داشته باشید که شورای در قانون اساسی تعهد به اسلام نیست، تعهد به ولایت فقیه و رهبره، تعهد به اون بخشی است که قدرت بالا رو اون زمان داره. باید توجه داشته باشیم به این که قانون اساسی در اصل 99ش نظارت شورای نگهبان رو بر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس و غیره لازم میدونه. شورای نگهبان و به نظر من منظور از این نظارت در واقع نظارت بر اجرای سالم انتخابات بوده. اما از اونجایی که مفسر قانون اساسی خود شورای نگهبان هست، شورای نگهبان نظارت بر انتخابات رو استصوابی یعنی صلاح دیدی اونا بررسی میکنن که به نظر ما شما درست هستی یا نیستی، نماینده خوبی هستی یا نیستی، رو خط اصیل اسلام هستی یا نیستی. حالا خط اصیل اسلام چه هست یا چه نیست اونا بالاخره باز تعیین میکنن. اینو نظارت استصوابی تفسیر کرد و یک لایحه‌ای به مجلس بود و اینو تفسیر کردن. از اون به بعد حق نظارت استصوابی بر تمام انتخابات به غیر از انتخابات شهر و روستا داره، شوراهای شهر و روستا داره. در نتیجه از اونجایی که شورای نگهبان دارای 12 عضو، 6 نفر فقیه و مجتهد منتخب مستقیم رهبر هستن، 6 نفر دیگه شون حقوقدان مسلمان باید باشن که غیر مستقیم از طرف رئیس قوه قضایی که منتخب مستقیم رهبره به مجلس انتخاب میشه. یعنی اعضای شورای نگهبان منتخبان مستقیم و غیر مستقیم رهبر هستند.
توجه میکنید؟ در نتیجه موقعی که استصواب میکنن بنابر صلاح دید خودشون امروز شما مسلمان مؤمن هستید، فردا میتوانید نباشید اگر خطتون با خط اینها در تضاد بیفته. یک سال بر پایه این توضیح بسیار جالبی که شما دارید، یعنی از قانون اساسی تعداد مسلمانان واقعی در جمهوری اسلامی ایران در این 34 سال کاهش پیدا کرده، چون هر سال تعداد زیادی کنار گذاشته شدند، چون مسلمان واقعی و مؤمن و ملتزم به رهبری و اینها نیستن. یعنی میتونیم ما بگیم که به نوعی 34 سال جمهوری اسلامی نه تنها بر تعداد مسلمانان نیافزوده بلکه اونها رو کاهش داده. اگر به این گفته شما این جمله رو اضافه بکنیم که این که مسلمان کیست اونها تعیین میکنن، توجه میکنید؟ واقعیت جمهوری ببینید همه جای دنیا بازی اینطوریه. در اتحاد جماهیر شوروی هم نه اینکه استالین عقل نداشت، حالا خودش نمیشناخت، ولی از یک کمیسیون بپرسه آقا مارکسیسم یعنی چی و این آقای احمد رفعت آیا یک کمونیست واقعی هست یا نیست. اون میگفت اونی که کمونیست من تعیین میکنم. یعنی مسئله بازی قدرته. در جمهوری اسلامی هم اونی که مسلمان واقعی هست قدرت تعیین میکنه. همیشه اینطوری بوده. ببینید از جریان، خب آقای بنی صدر مگه مسلمان نبود؟ آقای بازرگان مگه مسلمان نبود؟ تا زمانی که رو خط اونا بود مسلمان بود. همین که از خط خارج شد نامسلمان شد و اسلامش امریکایی و غربی و شرقی و غیره شد. مگر شما فردی مومنتر از آقای خاتمی نسبت به این نظام که هنوز این مسابقه یه هفته پیشش بود، ایشون گفت آقا من اگر بیام سر کار که اینا نمیذارن بیام سر کار، ولی اگر بیام، یعنی طرف صحبتش طرفداران خودش بود، همین قانون اساسی رو اجرا خواهم کرد و تعهدم نسبت به ولایت فقیه و من قبول دارم ولایت فقیه رو، فقط در ولایت فقیه جمهوریت میخوام. البته به نظر من ایشون توهم داره میان ولایت فقیه و جمهوریت، میان ناشی بودن قوای حکومت از الله و امامت و ناشی بودن قوای حکومت از ملت تفاوت 1400 ساله است، ولی خب توهم داره. من برمیگردم به سوال اولم به دیگه. خب تمام این افراد کنار گذاشتن در چند سالیان سال، مخصوصا کارشناسان غربی، اروپایی و آمریکایی وقتی در رابطه ایران با ایران صحبت میشد میگفتن خب ایران یک سیستمی است بین دیکتاتوری و دموکراسی. یعنی خب عده‌ای ما بهشون خودی و ناخودی میگیم، خودی هستن ولی اون خودی ها با هم حق مبارزه دارن و بینشون مردم رأی میدن، یکی از اونها رو انتخاب میکنن و بنابراین به نوعی رژیم و نیمه دموکراتیک نیمه دیکتاتوری میدونستن. با این مسئله که بسیاری از جناح‌ها در این سال کنار گذاشته شدند، از اونی که یکی از روزنامه‌ها دیکتاتوری جمعی خونده بود، آیا ما به سمت یک دیکتاتوری تک صدایی میریم؟ یعنی به یک دیکتاتوری متکثر که چند صدا درش بود میریم یک دیکتاتوری کلاسیکتر تک صدایی که فقط یک صدا حاکمه و بقیه یا با این هم صدا میشن یا اینکه خارج از کور قرار میگیرن؟ ببینید جمهوری اسلامی یا نظام ولایت فقیه در اساس یکی از بدترین انواع نظام‌های تبعیض‌گراست که انسان رو، ببینید در افریقای جنوبی انسان رو به دو مقوله حقوقی تقسیم می‌کردن، یا شما سفید بودی یا شما سیاه بودی. اگر سفید بودی سفیدان همه در برابر قانون دارای حقوق یکسان بودن. در جمهوری اسلامی انسان رو حداقل به 10 مقوله حقوقی تقسیم میکنند، نه بر اساس نژاد، بر اساس دین، بر اساس مذهب، بر اساس جنسیت، بر اساس مقام و موقعیت فرد مؤمن که روحانی هستی یا روحانی نیستی. یکی از بدترین انواع نظام‌های تبعیض‌گراست. به اضافه اینکه به نظر من جمهوری اسلامی نظام استبدادی نیست، نظام تامگراست. به چه معنا؟ ببینید
نظام‌های تامگرا نوع جدید مذهبی نظام تامگرای بیرون اومده از اندیشه شیعه و امامته. به چه معنا؟ ببینید 3 عنصر اساسی نظام‌های تامگرا: یک، وجود یک ایدئولوژی که بر فراز ملت و بر فراز قانونه، اسلام و تفسیر خاصی از این جریان اسلام، که این که اسلام چه هست یا چه نیست در دست این فرد روشنفکر دینی و یا اون روحانی بیرون از حکومت نیست. قانون اساسی میگوید در رابطه با احکام و موازین شرع که اینکه احکام و موازین شرع چه هستند اکثریت فقهای شورای نگهبان نظر خواهند داد، یعنی 4 فقیه. توجه میکنی؟ یعنی اینطوری نیست که هر کسی بیاد هر چی بگه. 2، وجود یک رهبر مقدس بر فراز ملت و قانون. 3، حکومت بر اساس دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی. در نتیجه ما با یه حکومتی روبرو هستیم که یک نظام توتالیتر، تامگرا و یکی از بدترین انواع و اقسام نظام‌های تبعیض‌گراست. حالا در رابطه با جریان انتخابات ایران، ببینید واقعیت این است که در دوران آقای خاتمی، در تمام دوران 34 سال گذشته، 30 سال گذشته، قدرت اساسی در هر 3 قوه، در قوه قانونگذاری، در قوه اجرایی و در قوه قضایی، در دست روحانیون ولایت فقیهی بوده. یعنی آن صحبتی رو که می‌کردن گویا در ایران جمهوریتی وجود داره. ببینید ملت میان 290 نماینده مجلس انتخاب میکنن، درسته؟ طبق قانون اساسی مجلس شورای اسلامی بدون شورای نگهبان یعنی نماینده‌های فقیه اعتبار قانونی نداره. ملت یه نمایندگی زمان آقای خاتمی با چند لایحه مهم اختیارات رئیس جمهور یا لایحه مطبوعات دیدیم که توسط مجلس که اون زمان اکثریتش با اصلاح طلبان بود تصویب شدند، ولی خب در مرحله بعدی نشد. حتی زمانی که فشار یه ذره زیاد بود و شورای نگهبان به تنهایی نمیتونست عمل بکنه، شما فکر کنم خاطرتون هست سر لایحه مطبوعات حکم حکومتی اومد و رأی ملت رو گذاشت کنار، رأی نمایندای ملت رو گذاشت. یعنی قانونگذاری در جمهوری اسلامی هرگز در دست مجلس نمایندگان منتخب مردم نبوده است و این با اصل اساسی دموکراسی در تضاده. پس بنابراین انتظار این که بشه در این چارچوب بدون تغییر ساختاری و بنیادین قدم به قدم این جمهوری اسلامی رو تغییرش داد، بازش کرد به سمت دموکراسی، یا حالا دموکراسی شاید زیاد باشه، یه مقدار به سمت بازتر شدن خلش داد، عملاً غیر ممکنه، یعنی امکان پذیر نیست. من نظرم این است که شما الان بیان کردید. به نظر من جمهوری اسلامی نظام بسته است، یک نظام ایدئولوژیک تامگراست. عین تمام نظام‌های تامگرا نگاه بکنید در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی، اگر میشد اصلاحات اساسی کرد و حکومت رو نگه داشت که اونا کرده بودن، که اونا که دیگه از ما که عقلشون معنازه ما که هست. توجه میکنید علت اساسی این که نه در دوران آقای خاتمی و نه در دوران آقای کروبی و موسوی، ببینید از این افراد مومن‌تر به نظام کسی نیست. چرا شما فکر میکنید منطقاً به افرادی که اومده بودن میگفتن ما میخواهیم اصلاحاتی، حالا من در پرانتز میگم اصلاحاتی چون تا حالا هم نمیدونم این اصلاحات دقیق چیه، نگفتن اونا،
اصلاحاتی بکنیم که نظام رو تثبیت بکنه. چرا جلوشو میگیرن؟ شما فکر میکنید مثلا اگر در انگلستان و یا مثلا آلمان، کشورهای دموکراتیک که پایه برای اصلاحات اساسی وجود داره، اینا بیان مثلا یه سری 1000 بار اصلاحات شده، نظام وضعش بهتر شده، ولی مشکلی که در جمهوری اسلامی وجود داره و اصولگرایان این رو میدونن، یعنی اگر اصلاح طلبان در توهمات دموکراتیک به سر میبرن، اصولگرایان میدونن هر نوع تغییر دموکراتیک یه ذره اساسی در جهت حقوق بشر اینا تمام سیستم رو اصلا میپاشونه. من یه مثال ساده برای شما میزنم. من قبل یه مثال ساده شد این مثلا بشه که وقتی در اوایل دور اول آقای خاتمی یک سری دریچه هایی باز شده بودند، خب این وقت باعث تقاضای بیشتر در دانشگاه ها شد و 18 تیر و عقب نشینی دولت اصلاحات از یک سری طرح‌هایی که خودش ارائه داده بود. یعنی حتی یک جنبش دانشجویی محدود مثل چیونه میتونه کل نظامو زیر سوال ببره. نه کاملا درسته. اصلا ببینید من یه مثال بسیار ساده میزنم برای اینکه بسیار گفته میشه که این که این نظام بگیم اصلاح ناپذیره. اصلاحات منظور من اینه، اصلاحاتی که به طرف دموکراسی و حقوق بشر برود، اونو پایه بکنه. ببینید فرض محال بذاریم که یه لایحه‌ای از طرف دولت و یا یه پیشنهادی از طرف نمایندگان مجلس بره در مجلس، 2 خط هم بیشتر نباشه، مبنی بر این که بنابر این مصوبه تمام مردم ایران در برابر قانون دارای حقوق یکسان هستند. یعنی یک بند از مجموعه 32 بند اعلامیه جهانی حقوق بشر، همین یه بند فرض کنیم این بره مجلس تصویب بشه و فرض محال بذاریم که شورای نگهبان هم نتونه جلوشو بگیره، تصویب بشه. خب همین یه بند مجموعه سیستم رو از هم میپاشه. چرا میپاشونه؟ یعنی اگر قرار باشه همه مردم در برابر قانون مساوی باشن، یعنی اهل سنت و زردشتی هم بتونه رهبر نظام بشه، زنان هم بتونن در شورای خبرگان رهبری برون، زنان هم بتوانن در شورای نگهبان بشینن و غیره، خب تمام سیستم ولایت فقیه پاشیده شده. و یا شما فرض بکنید که بنابر اصل 4 قانون اساسی ایران تمام قوانین کشور از قضایی گرفته تا نمیدونم فرهنگی همه چی میبایستی در چارچوب احکام و موازین شرع باشه و فقهای شورای نگهبان روی این مسئله در واقع تعیین کنن. فرض کنیم این یه بندی، اینو یه پیشنهادی بره که اصل 4 قانون اساسی رو به این مبنایی که من میگم، به این ترتیبی که من میگم تغییر بدن که قوای حکومت ناشی از اراده ملی است که خودش رو در مصوبات نمایندگان منتخب مجلس بیان خواهد کرد. همین اینو. خب این 2 سیستم متفاوتی، یکی قوای حکومت ناشی از ملت است، یکی قوای حکومت ناشی از الله هست که والیانش از رهبر گرفته تا بقیه. به همین دلیل نظام ایران اصلاح ناپذیر به این معناست، به معنای دموکراتیزه شدن و حقوق بشر رو پذیرفتن. اگر این مسئله رو ما بپذیریم که از داخل نظام رو نمیشه تغییر داد، بازش کرد، رفرمش کرد، اصلاحش کرد، خب این رفرم یعنی از بالا به پایین نمیتونه باشه، چون بالاخره مجلس، رهبری، رئیس جمهور مقامات بالای هرم هستند، نمیشه باز کرد. راه دیگر فشاری است که از پایین بیاد برای اینکه مجبور کنه این نوک هرم یا طبقات لایه‌های میانی بالای هرم عقب نشینی بکنند. این اتفاقی در بعضی کشورها هم افتاده اخیراً. در این صورت شما فکر میکنید که امکان یک اصلاح اجباری وجود داره و چه شرایطی لازمه برای اینکه این صورت بگیره؟ ببینید اول از همه که این که
شما هیچ حکومتی رو در دنیا در حال حاضر و یا در 100 سال گذشته و تاریخاً نمیشناسید که قدرتمداران با منطق رفته باشند. در هیچ جایی. اگر در نظام‌های دموکراتیک قدرتمندان بر اساس منطق انتخابات میروند، یعنی ملت این بازی رو که قوای حکومت ناشی از ملت است قبول دارن، وگرنه هیچ نظام تامگرایی، هیچ نظام دیکتاتوری با اینکه خب شما من نشستم فکر کردیم دیدیم شما راست میگید پس ما میرویم، نمیروند. ما صدای شما رو شنیدیم. بله، زمانی صدای ملت شنیده شد که زور میلیونی توی خیابون اومد. اون موقع در انقلابی اون زمان صدا رو شنیدند، وگرنه قبلا که نمیشنیدن اینها. ببینید به نظر من ما برای اینکه یک گذار بیخشونت، نه بدون زور، بیخشونت انجام بدیم، فکر میکنم اگر به تجربیاتی رو که در 30 سال اخیر در دنیا به خصوص در اروپای شرقی و اتحاد جماهیر شوروی به این تجربات نگاه بکنیم و بیاموزیم، یه نمونهشو من میتونم بیارم که چگونه جامعه بدون خشونت از یک نظام تامگرا توتالیتر به طرف یک نظام دموکراتیک رفت. اونم نمونه لهستانه. ولی اونجا چه شد که اینطوری شد؟ ببینید اونجا حدود 10 میلیون نفر حول جنبش همبستگی زولیدارنوش جمع شدن و این فشار قوی از پایین 10 میلیون و وضع بد اقتصادی، در اون زمان نظامیان سر کار بودن در اونجا و حزب کمونیست لهستان رو مجبور کرد، یعنی فشار پایین و وضع بد اقتصادی حزب کمونیست رو مجبور کرد دست از نظارت استصوابی حزب کمونیست بر انتخابات بردارد. درسته؟ البته اونجا یه مقدار شرط بین‌المللی چون در دیگر کشورها یه حرکاتی راه افتاده بود. اضافه بکنید روش. قبول. ولی بدون این فاکتور 10 میلیونی فشار از پایین، حزب کمونیست حاضر نبود دست از نظارت استصوابی، یعنی فقط ارائه نمایندگانی که طرفدار حزب کمونیست هستند برداره. خب یعنی سقوطشون. انتخابات آزاد انجام گرفت و 90% کرسی‌های مجلس رو در اون نظام توتالیتر زولیدارنوش برد. سر انتخابات آزاد می‌خواستم اینجا الان میام، الان این جمله رو تموم بکنم. با اون فشار از پایین، یعنی فشار از بالا یعنی نمایندگان مجلس و فشار خیابونی 10 میلیونی، گام به گام قانون اساسی لهستان کمونیستی رو عوض کردن و تبدیل شد به یک نظام دموکراتیک و این گذر انجام گرفت. به نظر من شاه کلید تغییرات بیخشونت در ایران لغو نظارت استصوابی بر انتخابات که اونها تن نخواهند داد. به همین دلیل میبایستی مردم خودشون از پایین بسیج بکنن. بالاخره هر مبارزه‌ای بهای خودشو خواهد داشت و با فشار از پایین، ببینید فشار اقتصادی به اندازه کافی هست و وضع اقتصادی بدتر خواهد شد. فشار بین‌المللی به اندازه کافی است و وضع بدتر خواهد شد. آنچه که مونده فشار داخلی است. سر این فشار داخلی می‌خواستم صحبت کنم. ببینید حداقل این چنین بر نمیاد که در شرایط کنونی با توجه به تجربه 4 سال پیشم که فشاری در خیابان‌ها به وجود اومد، ولی باز هم در این از نظر کمی در این حدی که شما میگین نبود و نتونست و دوام نیورد. بیشتر از همه مهمتر از همه در یک شهر مثل تهران که نمیدونم 12 13 17 میلیون بعضی میگن مثلا دیگه معلوم نیست چقدر جمعیت داره، در بهترین موقعیتش 3 میلیون اومدن در خیابان
و در شهرهای دیگه هم خیلی کمتر در مقیاس جمعیتشون. بنابراین این طرحی که بسیاری از ائتلاف‌ها در خارج از کشور و حتی در داخل از کشور مطرح میکنن، انتخابات آزاد و غیر استصوابی، اگر قرار باشد که بر پایه فشار نباشد، چون امکانش در حال حاضر دیده نمیشه و مردم گویا حاضر به پرداخت این هزینه نیستند، اینو بالا میدونند، که برای من این سوالم پیش میاد که چرا این هزینه رو بالا میدونن. شاید به خاطر اینکه نمیدونن اون چیزی که به دست میارن ارزشش رو داره یا نه. احتمالا نمیتونه باشه. ولی در هر صورت پس موقعیت و وضعیت کنونی رو اگر از فشار خیابانی استفاده نخواد بشه برای اینکه بالا بپذیره یک سری مسائل و این نظارت استصوابی بر انتخابات رو برداره، و اگر حمله نظامی خارجی هم که فشار نیست بلکه جنگ و عواقب نامعلوم، چه وسیله دیگه میشه مورد استفاده قرار بگیره برای اینکه بالای هرم به نوعی عقب نشینی بکنه و اجازه بده که مردم بیان و عقایدشون از طریق صندوق رای ابراز کنن، یعنی انتخابات آزاد. ببینید انتخابات آزاد، گفتم موقعی که شما در رابطه با انتخابات آزاد در ایران صحبت میکنید، یعنی انتخاباتی که در فعلا چارچوب همین نظام باید انجام بگیره دیگه، و ما هر 2 سال به 2 سال انتخابات داریم. یه جایی هست در نظام جمهوری اسلامی، مثلا فرض بفرمایید انتخابات شوراهای شهر و روستا، در اونجا قانون اساسی نظارت استصوابی پیش بینی نمیکنه. من فکر میکنم یک شکافی در اونجا هست که بخشای گوناگون بدنه جنبش مدنی ایران میتواند اونا رو پر بکنه. مثلا شما گفتین نظارت استصوابی بر شورای شهر نیست، ولی در همین روزهای گذشته در رابطه با آقای احمدی نژاد برخی گفتند که ما به دلایلی نمیتونستیم صلاحیتشون رو رد کنیم برای اینکه شهردار تهران بشه. بنابراین یک نوع نظارت در هر حال در اون نهادهای شهری هم وجود داره. نه، نظارت وجود داره ولی نظارت استصوابی شورای نگهبان وجود نداره. یه نظارتی هست که مثلا قانونی، چیزایی که قانون سر جریان انتخابات آورده که تو قانون اساسی نیست، قانون مربوط به انتخابات شورای شهر و روستاست که نظارت استصوابی شورای نگهبان رو نره. ولی اینو من فعلا جنبی میگم، یعنی یه چیزایی رو میشه استفاده کرد و باید هم استفاده کرد. آنچه که مربوط به مسئله پذیرش انتخابات آزاده که به نظر من نهاد تعیین کننده برای این جریان، یعنی همون مثال بین المللی شو داریم که اتفاق افتاده، چنین بوده و شده. دوم این که در ایران هم میتواند بشود اینه که نظارت استصوابی بر انتخابات لغو بشه کاملا. به چه معنا خواهد بود؟ این فوری به این معنا خواهد بود که آقای احمد رفعت میتواند در ایران خودش را کاندید اعلام بکند و برود سازماندهی بکند و نیروهای سیاسی دیگه هم فوری میتوانند دست به چنین کاری بزنند و ملت میتوانند نماینده های واقعی مورد نظر خودشون رو انتخاب کنند و نه نماینده هایی رو که از صافی و غربال ولی فقیه و شورای نگهبان گذاشته. ولی اینو نظری گفتم، واقعیت این استش که اینها تن به این بازی نخواهند داد، به دلیل ساده، برای اینکه تن دادن به این بازی یعنی رفتنشون. به همین دلیل باید زور ایجاد کرد و این زور فقط از طریق بسیج مردم، از دانش آموزان تا دانشجویان تا استادان تا معلمان تا احزاب سیاسی، تمام گروه‌های مختلف میبایستی با شعار استراتژیک به نظر من مسئله گذر به یک نظام دموکراتیک متکی به حقوق بشر و شعار استراتژیک تاکتیکی لغو نظارت استصوابی بسیج بکنن. قانونی است. اگر این فشار از پایین انجام نگیره، من فکر نمی کنم، تجربه اینو نشون نمیده که حکومتگران بروند و این وضع بدتر خواهد شد و بدتر خواهد شد تا چنان الان تو این 30 سال گذشته بسیاری کسانی که خودی بودن هی در گام بعدی
غیر خودی شدن، بی خودی شدن، نخودی شدن، زندانشون کردن، تجاوز کردن و غیره. این وضع ادامه خواهد پیدا کرد تا یک زمانی. همین چون چند دقیقه بیشتر به پایان برنامه این وضع ادامه پیدا خواهد کرد که برمیگردیم به ابتدا. خب در انتخابات پیش رو میتونن جناح وابسته به آقای احمدی نژاد و بر پایه نتیجه این انتخابات از حلقه قدرت کنار بگذارند. در این صورت حتی یک صدای نه مخالف دگر اندیش در چارچوب اصولگرایان هم از بین خواهد رفت. بنابراین کشور چه خواهد شد بعد از انتخابات خرداد؟ ببینید حالا اینکه چه خواهد شد که خب نمیدونم چه خواهد شد، ولی یه چیز رو میدونم، اونم این هستش که همچنان که کسانی رو که با نظام بودن و هیچکی فکر نمیکرد کنار بذارن و گذاشتن. ببینید آخه شما توجه بکنید که از اون ابتدا اول غیر خودی‌ها رو زدن، ضد انقلابیون رو زدن، مشترکاً زدن، بعد اصلاح طلبها به اضافه اصولگرایان مشترکاً وارد انتخابات شدن، غیر خودی‌ها رو کنار گذاشتن، امثال ماها، جبهه ملی، نهضت آزادی و غیره همه رو کنار گذاشتن. در گام بعدی طرفداران اصلاح طلب آقای خاتمی رو که کنار گذاشتن. در آخرین بازی که انجام گرفت طرفداران آقای موسوی و کروبی رو هم نه تنها کنار گذاشتن، تجاوز کردن، زندان کردن، هر بلایی که سرشون میاد. نفر مجبور ترک کشور شدن. در گام بعدی این که در اون دایره اصولگرایان دو مرتبه حلقه رو تنگتر بکنن تا فقط علی به اون حوزش میتونه به راحتی اتفاق بیفته. میتونه. بعد علی خودش در این حوض غرق نمیشه؟ میشه. اگر نظام‌های دیگری، ببینید شما میافتید تو یک دور بسته که یک زمانی کیو من نمیدونم، همچنان که در اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد، در اونجا نه اپوزیسیون بود، نه مثل ایرانیا 70 تا تلویزیون داشتن که از خارج برنامه روش بدن، 40 تا رادیو، اینترنت، اینا. اما اینها به اون نقطه صفر که رسیدن، نظام در درون خودش فرو پاشید. نه کسی بود که اعتقادی داشته باشه. آقای گورباچوف میگفت ما هر چی طلا داشتیم رزرو فروختیم و خوردیم و وایسادیم یه جای دیدیم هیچی نریم، نه اعتماد مردم رو و نه پول و سرمایه کشور. بله خب انتخابات حالا خواهیم دید چه خواهد شد. برنامه ویژه انتخابات به پایان میرسه. یادآوری میکنم که در رابطه با موضوع این برنامه میتونید نظراتتون رو در صفحه فیسبوک شبنامه منعکس کنید. البته اگر پیشنهاد برای گفتگو با شخصیت‌های مختلف، گفتگو در رابطه با مسائل دیگر هم دارید، پیشنهاداتتون رو باز در صفحه فیسبوک شبنامه منعکس کنید. ما تلاش خواهیم کرد تا اونجایی که امکان داریم این پیشنهادات رو پیاده کنیم. البته صفحه فیسبوک ما شما میتونید برنامه‌های گذشته رو هم ببینید که فرصت پیدا نکردید به طور مستقیم ببینید. البته اگر میخواهید از شماره اول شبنامه تا شماره امروز رو ببینید، باز نگاه کنید، حتی پیاده کنید، نگهداری کنید، میتونید به صفحه شبنامه در یوتیوب مراجعه کنید. آدرسش هست شبنامه فاصله رها. تا برنامه بعدی شاد و تندرست باشید.